بیایید میگذاریم به چهارم عالم. این امام نووی هست. امام نووی رو گوش میکنیم. ابو تکفیری امام نووی کی هست؟ این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. الله المستعان. دیدید؟ این ابو تکفیری امام نووی رحمه الله تعالی را حکم به کفر میکند. برای چی؟ به چی سبب؟ به خاطر آنه که امام نووی رحمه الله مسلمان جاهلی که در کفر میافتد، در شرک میافتد، او را حکم به کفر نمیکند. میگه فاذا انکر شیئا منها جهلا به لم یکفر. ببین این قول کی است؟ قول امام نووی است. این را دقت کنید. میگه که فاذا انکر شیئا منها جهلا، در بالا چیزهایی که ذکر شدگی است، مثلا نمازهای پنجگانه، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، آبوزی کردن از جنابت و حرام بودن زنا و حرام بودن خمر و حرام بودن نکاح کردن با خیش تواری نزدیک و بمانند همین احکام هایی که هست، میگه اگر که میگه چیزی از اینها رو از روی نادانیش یک انسان از جهلش از نادانیش میگه این کار بکند، لم یکفر. این قولی کی است؟ امام نووی است. میگه کافر نمی شود. لم یکفر، کافر نمی شود. برای همین گپ گفت که کافر نمی شود از جهل و نادانی، یعنی که عاذریش دانستی را. با اعتقادی ابو تکفیری بگیریم امام نووی عاذری است. پس امام نووی را برای همین خاطر تکفیرش کرد. غیر از این علی رحمان برود، این امام نووی را استاد اینها تکفیر کردگی است. وقت تکفیرش کردگی بود. اما ابو تکفیری همچنین تکفیرش کرد. چطوره که شیخ البانی را تکفیر کرده بود، چطوره که شیخ عثیمین را تکفیر کرد این ابو تکفیری، ابو محمد مدنی، و چطوره که شیخ ابن باز را تکفیر کرده بود، و چطوره که سبتای گذشته یا که این سبت بیان کردیم امام نووی، امام شیخ الاسلام ابن تیمیه، عبدالمحسن عباد این را تکفیر کرده بود و غیر از این. چطوره که ویدیو را شما دیده ایستادید و منتظری این ویدیوها هستید. دیدید؟ اکنون امام نووی در نزد ابو تکفیری چی بوده است؟ کافر بوده است. چطوره که خودش بیان کرد؟ نه، سوالش کردیم که این کی است؟ بیان کرد که هر کسی که حکم به عذر به جهل میدهد در نزد ابو تکفیر اون انسان کافر است، اون انسان مشرک است، اون انسان بدین است. این بود چهارم.